همین بگو مسابقه هوافضا بود آقا من آمریکا نمیگم گزنفر پنجه بگو بارکا توی نشد مامان منم ببین من اصلا تعارف بلد نیستم مامان منم تعارفیه ببین فیلم بعد نداره خدا چرا؟ میخواد بندازه تو اینترنت چیز کنه مسابقه هوافضا بود خب گوش کنید دستاوردهای موشک‌های جنگی و جت‌های هواپیمایی تو ناسا از همه دنیا دعوت کردن هر کی آخرین دستاوردش رو بیاد اینجا معرفی کنه ممکنه یکی میاد نمیدونم کروز 3 معرفی میکنه یکی میاد شهاب 4 مثلا از ایران هم یه ترکر فرستاده بودن با آخرین دستاوردش ترکی میاد اونجا میگن میذاره رو میز و این آقا این چیه میگه موشک گزنفر پنجه میگن آقا این که تیبک چاییه میگه نه این تیبک چای نیست موشک گزنفر پنجه میگن خب یعنی چی توضیح بده میگه این ابتداً شما این نقشو باید خیلی محترمانه از اینجا در بیارین به این صورت میگن خب این که حالا چی شد میگه هیچ اینو ما به این صورت این منگنه هم اینجا داریم منگنه‌ش هم در میاریم بعد میگه خب این که نمیشه موشک آقا اسکلمون کردی گوشی سر کار ما رو میگه نه آقا به خود موشک گزنفر پنجه همه جالب میشه براشون که آقا یعنی چی موشک گزنفر پنجه این تو ببخشید یه خورده اینجا دیلی بود وسطش بگوشم خیلی حرفه‌ای اونجا برخورد می‌کرد خلاصه میدونم خراب نشه موشک گزنفر بده من ناخون دارم تام باز میشه یه جور دیگه بگو برو بعد نه بعد در خلاص بازش میکنه میذارتش رو میز به این صورت میگه این چیه میگن موشک گزنفر پنجه میگه این موشک یا پوشک این که نمیشه یعنی چی میگه نه اینم ابتداً ما به این صورت بگیریم تایشو به این صورت خالی میکنه میگن خب این که چیه که کاغذه میگه نه این موشک گزنفر پنجه خلاص میگه شما اجازه بدید درستش میکنه نگاه کن خیلی باحال مامانت نتو ندیدی؟ خلاص ببخشید من خیلی بد دارم توضیح میدم آتسا رو بعد می‌آوردیم. خلاص میذارتش به این صورت روی میزو بذار رو بشقاب میگه که این چیه میگه این موشک گزنفر پنجه میگه بابا اسکلمون کردی بابا این یعنی چی میگه ما به این صورت اینو روشن میکنیم همه میگن خب یاره موشک گزنفر پنجه میگن مگه میشه آقا این چیه بله نگاش کنید موشک گزنفر پنجه خراب شد